تصور کن فقط یک فایل PDF داشته باشی و هوش مصنوعی در کمتر از چند دقیقه اون رو به خلاصه، پادکست، فلش کارت، کویز و حتی مایند مپ تبدیل کنه. توی این ویدیو قدم به قدم یاد میگیری چطور این کار رو کاملا رایگان انجام بدی. برای این آموزش از نوتبوک LM گوگل استفاده می کنم. یکی از کاربردی ترین ابزارهای هوش مصنوعی که خیلی از افراد هنوز از امکاناتش خبر ندارن. کافیه اینجا فایلی که میخوایم رو دانلود بکنیم. همینطور که میبینید فایل داره دانلود میشه. در سمت راست چند گزینه یا چند باکس دیده میشه: ایدیو، اوورویو، ویدیو اوورویو، ریپورت و بقیه. من در اینجا یک پرامپت 3 بخشی آماده کردم که در واقع ازش خواستم این فایل رو در 3 بخش خلاصه کوتاه، نکات مهم و اقدامات پیشنهادی خلاصه کنه. همینطور که میبینید طبق چیزی که من خواستم ازش این فایل رو برای من خلاصه بندی کرد. من این فایل PDF رو آماده کردم، اما این روش روی جزوه‌های دانشگاهی، مقاله، کتاب، فایل آموزشی و حتی اسناد کاری هم جواب میده. جذاب‌ترین بخش برای من تبدیل فایل به پادکسته. هوش مصنوعی محتوای PDF رو به یک گفتگوی صوتی تبدیل میکنه و حتی موقع رانندگی، ورزش یا پیاده روی هم میتونی اون محتوا رو یاد بگیری. در اینجا من میتونم زبان مورد نظر اون پادکست رو انتخاب بکنم که من زبان فارسی رو انتخاب میکنم. طول ویدیو رو شورت انتخاب میکنم و جنریت رو میزنم تا پادکست ساخته بشه. خب سلام به شما شنونده های عزیز و خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. راستش خب دیدیم که چقدر تمیز و عالی پادکست رو برای ما ساخت. خب بریم سراغ قابلیت بعدی. الان نوبت کویز هستش. قسمت کویز رو کلیک میکنیم. اینجا میتونیم لول سختی و آسانی ویدیو رو انتخاب بکنیم، امتحان رو آماده بکنیم. من مدیوم رو انتخاب کردم، جنریت میکنم و منتظر میمونم تا کویز برای من ساخته بشه. کویز ساخته شد، روش کلیک میکنیم. سوالات رو میبینید که در اینجا برای من 10 تا سوال ساخته که اینجا میتونیم جواب بدیم و پاسخ رو ببینیم. من اینجا حالا شانسی سی رو میزنم، بی رو انتخاب کردم که فکر میکنم جواب درست رو انتخاب نکردم. بریم برای سوال بعدی و به همین ترتیب میتونیم سوالا رو ببینیم و جواب بدیم. مایند مپ یا نقشه ذهنی یکی از بهترین روش‌ها برای درک ساختار مطالبه. هوش مصنوعی ارتباط بین موضوعات رو به صورت بصری نمایش میده و فهم مطالب پیچیده رو راحت‌تر میکنه. در این قسمت من روی باکس مربوط به مایند مپ کلیک میکنم و منتظر میمونم تا
آماده بشه. خب همطور که میبینید مایند مپ ما هم آماده شد که هر کدوم زیر شاخه هایی داره که من حالا با خاطر طولانی شدن ویدیو و اینکه ممکنه از حوصله شما خارج بشه اینا رو باز نکردم. خب قابلیت بعدی در واقع ساخت فلش کارت هستش. الان اومدیم سراغ فلش کارت ها. توی باکسی که باز میشه میتونیم در واقع فلش کارت هامون رو کاستومایز بکنیم. من اینجا میذارم روی استاندارد و لول دیفیکالتیشم روی مدیوم و جنریت میکنم و منتظر میمونم که فلش کارت آماده بشن. اگر برای امتحان آماده میشی، فلش کارت ها زمان مطالعه رو به شدت کاهش میدن. هوش مصنوعی مهمترین مفاهیم فایل رو استخراج میکنه و به شکل کارت های آموزشی در اختیارت قرار میده. ساخت فلش کارت ممکنه چند ثانیه بیشتر زمان ببره. خب آماده شد. روی فلش کارت سوال رو میبینید و در قسمت پایین سی انسر وقتی روش کلیک بکنید جواب اون فلش کارت اون سوال رو به ما نشون میده. به همین ترتیب میتونید فلش کارت های بعدی رم ببینیم، جوابشون رو پیدا بکنیم. همینطور که مشاهده کردید همه این خروجی ها فقط از یک فایل PDF ساخته شدن. چیزی که قبلا شاید چند ساعت زمان می‌برد الان در چند دقیقه انجام میشه. اگر این آموزش برات مفید بود کانال ایزی ای آی رو سابسکرایب کن، چون قراره ساده ترین و کاربردی ترین روش های استفاده از هوش مصنوعی رو یاد بگیریم. توی کامنت ها هم بنویس دوست داری آموزش بعدی درباره کدوم هوش مصنوعی باشه.